بله. زباله احکام. بله. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان گرامی برنامه زلال احکام. حالا بیننده هم نوشتن مقداری دزدی اندکی کردم ولی صاحب مال برایم ناشناس است. تکلیفم چیز اینجوری نوشتن دیگه. بله، حالا دزدی هم اندک باشد یا زیاد، حالا شاید آن پدر شرابی یا تریاکی باشد و نخواسته که نمازش رو بخوند. خوردن و آشامیدن و برداشتن چیزی را با دست چپ نمیپسندید. میخواستم ببینم اینایی که علنگو خیلی دستشونه، میخواستم ببینم وضو چجوری بگیرن؟ علنگو رو بکشن به بالا وضو بگیرن یا همینجوری؟ بله، اگر آب زیر علنگوها بره زیادم باشه دیگه لازم نیست که علنگو رو از دست بیرون بیارن یا بالا بزنن. مهم این است که آب زیر علنگوها هم شسته بشه، یعنی آب برسه. به هر نحوه باشد اشکالی نداره. ما هم سلام عرض میکنیم و شما هم خسته نباشید. کفن خمس دارد، چه خمسی نمیدونم دیگه. یا تو مثلا حسینیای قاشق چنگالی بشقابی چیزی از اینا ور میدارن میارن. بله، بعد از 27 سال زندگی، یعنی سنشون این حدود هست، دستم کج شد. حالا دستم کج شد یعنی دستشون شکسته است. بله، خواندن یک فاتحه به نیت چند مرده آیا ثوابی دارد یا ندارد؟ اگر انسان بخواهد نماز قضا بخواند، قضا را هم متاسفانه با غین و دالزال نوشتن، یعنی غذای خوردنی. این روزه کله گنجشکی برای بزرگان صحیح است. گاهی وقتا همون یه وعده نهار ظهر را هم جبران میکنن. اول اذان یه مقدار غذا میخورن، باز با فاصله 1 ساعت 2 ساعت بعدش یه شام مفصل. چه مشروب میخورد؟ همیشه دوست داشتم یه بار امتحان کنم ببینم خوردنش چه حسی داره. عجب که او همیشه میخوره، اما مسخره بود. هوشیار بودم ولی یه مقداری خوردم. تو اول یه بار خودت بنداز تو آتش ببین چه احساسی داره. پس اگر در نماز بگه به اشتباه خوندم، نماز درسته یا نه؟ ثانیاً حجم سوالا خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. هنوز خیلی ها تو نوبتن. خب سوال مفصلی بود، یعنی سوال مفصل نبود، جوابش مفصل بود. خب بیننده ای این گونه برای ما نوشتن حاج آقا سوال ما رو هم بخونید. خب چشم میخونیم که اگر 70 مرتبه بر میتی خواندید و زنده شد تعجب نکنید. خب یه سوال بشنوید. سلام، خسته نباشید. میخواستم بپرسم که وقتی که پیاز رنده میکنین چشممون میسوزه، این باعث باطل شدن روزه میشه؟ ممنون از برنامه خودتون، خیلی ممنون. ولی حالا که مسئله رو یاد گرفتید دیگه، جایی اگر آب سرد کن گذاشتن برای نوشیدن وضو نگیری. تمام. اگه گفتن حلال خوشت حلاله دیگه، شما تکلیف وظیفه‌ای ندارید، نگران نباشید. خمسشو بپرداز انشالله جبران میکنه. از کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 274. خداوند به همه ما توفیق معصیت و گناه عنایت بفرماید. بله. زباله احکام. بله.